مرا اسامر و لیلا یا لیلة القمری، یه شب مهتابی باشه لیله قمر و من با لیلی خودم بشینم اون بر من قصه بگه و من بر اون قصه بگم، یا من شنونده باشم، من داستان شیدایی و عشق خودم بر اون بگم، اونم داستان عنایت و توجه خودش رو به ما بگه که من تو رو دوست داشتم، اگه دوستت نداشتم مارمزون برای درست نمی‌کردم. این مارمزون اشبه ها و کرشمه های اوست، گفته که تو بیا پیش من، اینقدر مشغول خورد و خواب نباشه، خود کم کن اینا رو، چقدر اینجا منغمر در عالم ماده شدی، استاقلتم الی الارض، شبیه بقیه حیوانات میشی اونجوری، اگه تا آخر عمرت هم خوش و خورم بگذرونی فایده نداره. گیرم که همه عمرت همه چیزی که می‌خواستی پیدا کردی، به چه درد می‌خوره؟ زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. همه الان مردی تو، یعنی این زندگیه که آدم همینطور صبح بلند شه بره جایی، بعدن هم یه چیزی به دست بیاره بخوره، بعدم شب بخوابه دارت فردا صبح هم کارو بکنه. وقت این کشمکش هزار ظلم و ستم و این چیزا بکنه، دنیا رو تیره بکنه. چرا؟ برای اینکه هدف دیگه که نداره، هدفش اینه که چیزی بهتر از اون دیگری به دست بیاره و اینو مایه راحتی و رفاه خودش. هیچ رفاه دیگه بلد نیستی تو عالم. رفاه عاشق این است که یک گوشه چشمی از گوشه ابروی از معشوقش ببینه، به تمام دنیا میارزه. اون که تو بخوای تمام عالم رو به دست بیاری نمیارزه انقدر. حافظ میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، اگه تو یک کلمه با لعل مبارک خودت به من بگی که تو ایمنی، تو به ما بگو ایمنی، زنهار بده به ما، اون وقت 100 ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه. من دیگه سلیمان رو قبول ندارم مثلا. بر دل عاشق هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود. اگر آدم عاشق باشه یه ذره اگر ببینه که نکنه این معشوق کمی است که با ما امشب خیلی خوب نیست، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی، دیشب خیالت با من و دل هم نشین بود، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی. گاهی عارفی احوالی داره، امشب داره فردا شب نداره، فکر میکنه من چیکار کردم، قهر کردن با من. بر دل عاشق هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود. اما عجیبه که ما هفته ها و روزها و هفته ها و ماه ها میگذره یه آه نمیکشیم. چه عاشقیه که نظامی میگه که مجنون تو بورس معاملات آه و فریاد بود، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد، سمبل عاشق، قانون مغنیان بغداد. چون مغنیای بغداد شب تا صبح میزدن کنار دجله، یه سره میزدن. عاشق دائما باید ناله بکنه و شعر بخونه و آواز بخونه و ترانه بخونه بر معشوقش و به یاد او. بیاع معاملان فریاد، این فروشگاه سوپر، فروشگاه ناله و فریاد و آه و فغان و اینها رو مجنون بورسش متخصصش این بود. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، مجنون اون کسی است که پادشاه عالمه. هر کس عاشق شد، هر کس که مجنون اون لیلی شد، پادشاه عالم. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دل خوش کن 100,000 بی ره. هزاران هزار آدم رو مجنون دلشون رو خوش میکنه با ناله خودش، با فریاد خودش، با آه خودش. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. بنابراین اینا رو فرستاده، این نماز و روزه و حج و جهاد و این زکات و این شود که تعلیمات و دستورات و قصه ها و پیغمبران و نصیحت ها و اینها همه مال اینی که من شما رو دوست دارم. اینا کرشمه های لیلیه، کرشمه های لیلی. حتی تو موسیقی هم یه لیلی و مجنونی هست، گوشه هست بهش میگن لیلی و مجنون، که موسیقی دانا گاهی میزنن ولی خبر ندارن که این چه حالی باید به آدم دست بده در این گوشه. بنابراین یکی از اونها این بود که گفته پیغمبر براشون قصه بگو و نحن نقص علیک احسن القصص، ما بهترین قصه ها رو برای تو روایت میکنیم و تو اینها رو بر اونها بگو که هم دل خودت خوش بشه. ما قصه رو بر تو میگیم، تو مظهر تمام آفرینشی. لولاک لما خلقت الافلاک،
اگر تو نبودی من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. یک عاشق مظهر کل آفرینشه. بنابراین من برای تو میگم داستانو، تو هم برای اینا تعریف کن و بهشون بگو که بیایید قل تعالو، از طرف من برو اینا رو دعوت کن بگو بیان. به بهانه‌های رنگین، به ترانه‌های شیرین، با نماز، با روزه، با خمس، با زکات، تمام اینا شما کاری به اون عمل نداشته باشین که مثلا حالا چقدر دادم پول میده. اینا مقصود اینه که تو بیا پیش من، اینا رو ولش کن، اینا رو یه خورده باهاش سبک بکن، سنگین نباشی اونقدر که یه کسی آمده بود پیش مرحوم پدرم درس بخونه، ایشون فرمودن که شما بارتون خیلی سنگینه، اینجا راه طولانی سربالام هست نمیکشه. رفت و 2 ماه 3 ماه دیگه آمد، گفتش که بارم سبک کردن. گفتن چیکار کردی؟ گفت چیه؟ اموالم دادم به مؤسسه خیریه، املاک خیلی زیادی داشتم، گرفتاری‌های مشتغل، اجاره اونجا رو بگیر، اجاره اینجا رو چیز کن، نمیذاشت اصلا ما کار بکنیم. گفت اینا رو همه رو دادم به مؤسسه خیریه، مشغول چیز شدم و یک جای کوچیکی بر خودم نگه داشتم، خودم هم کتابام. گفتن حالا میشه کسی میخواد ابن فارض مصری بخونه، آمده بود میخواست که ابن فارض مصری رو شرح قصیده خمریه و قصیده طایه رو بخونه. بنابراین خواستن ما یه خود بارمون سبک بشه، از خونه بیان بیرون، خانه ها را بفروشید و در آن حلقه روید، خونه های نفس و خودپرستی رو بفروشین، اینا رو بردرم ساکن شو و بی خانه باش. بی خونه ما اصلا نمیخواد خونه داشته باشی، بردرم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن، پروانه باش. تو نمیخواد شمع بشی برای عالم، تو همون پروانه ما باش، تو دور ما بگرد. شمعی است برافروخته، اگه اون شمع رو ببینی این شمع وجود خودت خاموش میکنی اصلا. تو هم که صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کنه جان بین که چون همی سپرم. شمعی است برافروخته از عرش گذشته، پروانه او سینه دلهای فلاحی. اونهایی که هم المفلحون هستن اونا پروانه اون شمعن. بنابراین یکی از قصه های شیرین، همه قصه های شیرینه، قصه های قرآنی و قصه‌ای که در کتب انبیای پیشین هست، ولی بالاخص یک لطیفه‌ای در کلام الهی در قرآن هست که در هیچ یکی از کتب آسمانی نیست. نه به خاطر اینکه حال ما مسلمانیم و طبیعتا هر کسی باید از چیز خودش تبعیت بکنه، نه. الحق و الانصاف، بیایم ترازو به دست بدیم. گفتش که سخنسنجی آمد ترازو به دست. فردوسی رو میگه، نظامی میگه فردوسی اومد سخن گفت آقا بذار توی ترازو. سخنسنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. اون سکه های تقلبی، درست این سکه طلا، اون تا زرندود بود، بعضیش تقلبی بود، اونا رو میذاشتن، معلوم شد که این وزنش کافی نیست. بذارین در ترازوی خرد، در ترازوی نقد، در ترازوی ارزیابی ببینیم آیا در ادبیات جهان داستانی به این قشنگی هست. سوره یوسف، اولا داستان به این کوتاهی، داستان اصلا 3000 صفحه است، 2000 صفحه است، 1000 صفحه است. این نوولای قرن 19 و اینا که خیلی طولانی، بینوایان هوگو چند صفحه، 3000 صفحه بیشتره. داستان‌های کوتاه هم که می‌بینیم در ادبیات جهان خیلی هست. نویسندگان خیلی بزرگی مثلا مثل گیدو موپاسان، مثل چخوف، مارتین گورکی، ساقی، نمیدونم سامرست موم، او هنری، اینا همه داستان‌های کوتاه ساختن و خیلی هم موفق بودن و دنیا رو جذب کردن. ولی هر کدومش یه نکته‌ای رو تو اون داستان گذاشته، یه چیزی داره میگه. اما عجبا از این سوره یوسف، یه داستان 10-12 سال بیشتر نیست. هر چی آدم فکر میکنه که این داستان من بتونم تموم کنم. حالا من روستایی، گفتن روستایی از عقلش از عقب میاد. ما گفتیم که ما 2 جلسه میخوایم راجع به سوره یوسف صحبت کنیم. میشه اصلا هم چیزی تو اما الف لام را گیر میکنیم.